بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. عبیدالله سعیدی هستم و شما را با برنامه 20 قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. امیدوارم که در این برنامه بتوانیم یک بحث مناظره مفیدی داشته باشیم طول چند ساعت اخیر و پیرامون موضوعی که گذاشتیم و چیزهای دیگری که اگر لازم باشد برای گفتن بگوییم و صحبت کنیم و از گفتار یکدیگر یک چیزی برای آینده خود، آینده کشور، آینده فرزندان خود بیاموزیم و تغییراتی را در زندگی خود و انقلابی را در داخل خود آغاز کنیم. تمام برنامه‌ای که ما در اینجا انجام میدیم هدف اصلی ما انقلاب داخلی مردم است، چون انقلاب داخلی مردم، انقلاب فکری مردم باعث می‌گردد که ما میتوانیم در آینده در تاجیکستان یک انقلاب واقعی را به میان بیاریم که این انقلاب واقعی از انقلاب فکری مردم تاجیکستان وابستگی خیلی نزدیک دارد. اگر با این انقلاب فکری را به میان نیاریم، مطمئن باشد که هیچ انقلاب در تاجیکستان، انقلابی که به نفع مردم باشد، صورت نمیگیرد. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، انقلاب فکری مفادش در این است که ما اگر که بتوانیم انقلاب فکری رو در جامعه پیاده بسازیم، وقتی به وطن برمیگردیم و هر اشخاصی که به سر حاکمیت میآیند، ما اونها را نمیگذاریم که آنها هر کاری که میخواهند در سر قدرت نسبت ما انجام بدهند، چه تصمیم هایی را بگیرند، چه قانون هایی را قبول کنند، ما اینها را نخواهیم گذاشت. چون انقلاب فکری اجازت میدهد که انسان بیداری سیاسی داشته باشد و در روند این بیداری سیاسی نگذارد که هر قانون قبول کرده می شود در مقابل ملت و در مقابل کشور، در مقابل ارزش های این ملت و این کشور باشد. برای همین ما این کارها را انجام میدیم. اصلی هدف برنامه ها این بیدار کردنی یعنی فکری سیاسی مردم است و بر اساس همین ما برنامه های خیلی زیاده داریم و باز هم برنامه ها را بیشتر و بیشتر میکنیم تا این فکر را در تفکر مردم جای کنیم. اگر این تفکر را مردم برداشت کردن، گرفتن، مطمئن باشید که هر انقلابی شد آینده خوبی برای ملت ما و کشور ما در انتظار است. و در غیر صورت شما تصور کنید که مثال میگیریم که یک حزب سیاسی که میتواند در یک جا یک جبهه تشکیل کند و بر بگردد وطن را از دست ظالم امالی رحمانوف نجات بدهد و اون حزب سیاسی یا اینکه جریان سیاسی که موجود است از جانب خارجی ها و یا که هر یک روند منفعت دار چیکار میکند؟ سرمایه گذاری میشود. وقتی قدرت را به دست میگیرد، اون قدرت را توسط مردم به دست نگرفته است، اون قدرت را توسط همون روندی که براش کمک رسانده است و توسط همون قدرت را به دست گرفته است و از این خاطر به ملت و این کشور ضرر میرساند و مثل حکومت رحمانوف یک حکومت جدیدی دیگه میآید با اسمی دیگر، با نظامی دیگر و فقط همین کار را که رحمانوف میکند در قالب دیگر انجام میدهد. نمونه مثال آشکارش را میتوانیم بیان کنیم که مثلا در کشورهای زیاد انقلاب ها صورت گرفته، چه در مسئله مصر بگیریم چه در دیگه مسائل، ما دیدیم که وقتی که مردم بیداری سیاسی خود را استفاده نکردن، خب هر یک کشوری اول قدرت توانید، مثلا در مصر امروزه پرزیدنت قبلی که منتخب مردم بود، یک کشورهای عربی، کشورهای غربی اومدن سرمایه گذاری کردن و یک نفری که در ساحه نظامی کار میکرد و نزدیکترین انسان به همین پرزیدنتی قبلی که انقلابش کردن بود، او را چکار کردن؟ او آمد همین پرزیدنتی چرا توسط سربازا انقلاب کرد و کشور را تای دست گرفت و 10 سال می شود مردم اونجا را چکار میکند؟ ظلم میکند، ستم میکند و در دیکتاتوریت حتی از تاجیکستان هم بدتر می شود در بعضی حالت ها. به همین اساس ما وقتی که در روندها کار میکنیم، اصل هدف ما این داشتن تفکر سیاسی و انقلاب سیاسی در گوش مردم و در تفکر و در افکار مردم است و بر اساس همین ما بارها و بارها برنامه‌های خود را طولانی تر میکنیم، مبارزه میبریم، بیشتر برای شما در نمایش میگذاریم تا اینکه این تفکر در شما جا شود که وقتی که من به سر قدرت همچون عبیدالله سعیدی رسیدم، برای من اجازت ندید که طوری که من میخواهم حکومت را اداره کنم این را برای من اجازت ندید، چون هر انسان نفس دارد و نفس خود را در بعض حالتها کنترل کردن نمیتواند. انسان جایز الخطا، انسان خطا میکند، ما همه خطا کاریم. بر اساس همین وقتی که شما سری راهی مرا گرفتید، سری راهی هر کسی دیگه در سر حاکمیت میآید که نفس خود را
برای مردم عملی نکند بلکه سر راه نفس اون را گرفتیم، پس حاکمیت طوری می رود که مردم میخواهد، نه طوری که شخص میخواهد. امروز در مسئله تاجیکستان فرق کننده است. یعنی حاکمیت را طور اداره می شود، یعنی طور حکومت اداره می شود که شخص میخواهد، نه مردم. چون شخص بر اساس نفس خود امروز حاکمیت در تاجیکستان اداره میکند و بر اساس همین ما در تاجیکستان هیچ پیشروی نمیبینیم، دیگرگونی را نمیبینیم. هر دیگرگونی را میبینیم بر اساس منفعت یک خانواده است، تا اینکه این خانواده چکار کند بازم قدرت خود را گسترش بدهد و زیبایی را که تنها به خاطر نمایش گذاری و بهتر ساختن وضعیت همین خانواده باشد انجام میدهد. ببینید ساختمان ها زیاد ساخته می شود در تاجیکستان، جای های زیبایی زیاد ساخته می شود، چیزی که به بودجه کشور ما درآمد بیشتری ندارد. اساس سازش اینها برای چیز؟ یعنی از بین بردن بودجه کشور و گرفتن، یعنی شستشو کردن پول ها اقتصاد کشور توسط ساختمان ها. مثلا نمونه مثال آشکارش بکسبور دامادی که خشتبار ایمالی رحمانفز و پسرش داماد ایمالی رحمانفز شرکتی ساختمانی با نفوذی دارد و قبلا هم وزیر علاقه بود. این شخصیت یک یک شرکت بزرگ ساختمانی دارد و از بوج کشور تقریبا آزاد است و در کلاب وقتی که رئیس قبلی یک شهردار قبلی کلاب میخواست تنقید بکند، یک نقطه را در مسئله شرکت بکسبور گفت، در عوض اونی که رحمان رو بیاد از او تعریف توصیف کند که این نفر توانست جسارت کرد و در مسئله نسپاریدن مالیات یا که انداز کشور از شرکت بکسبور شکایت کرد و اون پول ها باید برگردانی شوند، برعکس شد. همین شهردار چیکار کرده شد؟ به 10 سال روانه زندان کرده شد. و این نشان داده چیست؟ نشان داده یعنی است که هر سازش و هر کاری که در تاجیکستان امروز انجام داده می شود، یا به خاطر زیبایی یا به خاطر هر کاری، فقط به خاطر نفس و تصمیم یک نفر و خانواده است. و این گونه مبارزه و این گونه روند بر نفع مردم و به نفع کشور ما نخواهد بود. و اگر امروز ما و شما کار نکنیم بالای تفکر مردم و اندیشه رو بالای سر مردم جای نکنیم، مطمئن باشید که در آینده همین گونه ادامه خواهد داد. هر حکومت دیگه ای بیاید. بیا نمونه مثال شر را بزنیم. مثال اگر من رفتم تاجیکستان حکومت را گرفتم، فکر میکنید که من نفس ندارم؟ من نمیخواهم که بهترین ساختمان برای خودم باشد؟ هر انسان نفس دارد، بهترین زن برای ای باشد، هر انسان این چیز را میخواهد. اما کنترل این چیز ترس از جانب خداوند و ترس از جانب مردم باید باشد که مردم اون کشور خاموشی را اختیار نمیکنن در صورت ظلم کردن بالای اونها نمیگذارن که تو بهترین چیزها را برای خود روا بدانی و برای ملت بدترین چیزها را. چون این ملت تفکر سیاسی و بیداری سیاسی دارد که اجازه نمیدهد که یک نفری بیاید چیکار کند، هر کاری را انجام بدهد. من وقتی که در شویتس زندگی میکردم سال 2017، من یک روند تظاهرات را که در اونجا بود مشاهده کردم. رفتم برای آموزش. من اصل هدفم اشتراک در اون تظاهرات نبود. اصل هدف من آموزش این تظاهرات بود که این تظاهرات چرا برگزار شد و در این تظاهرات کیها اشتراک میکنن. اساس تظاهرات بر این بود که حکومت شویتسیا تصمیم گرفت که سالی، یعنی پیرانسالا را بالاتر ببرد، از 63 تا 65 ببرد. در این جانب تمام مردم اون شهر استکهلم که پایتخت شویتسیا است به میدان بر اومدن و تظاهرات کردند. وقتی که من در این تظاهرات وارد شدم، در اونجا جوان دیده میشد، نیمه سال دیده میشد، پیرانسال، همه اهالی این شهر دیده میشد. فرقی نمیکرد. نه اینکه فقط پیرمرد و پیرزن، بیشتری اکثر یعنی کسانی که اغلبا در این تظاهرات اشتراک میکردن جوانا بودند. سبب اصلی اینها در چی بود؟ اینها نمیخواستند که والدین آنها، بزرگسالای آنها که خود آنها در آینده بزرگسال خواهند شد، قانونشان پایمال کرده شود، حق آنها ستانیده شود. آنها اومدن تظاهرات کردن و در مقابل این قانون تا آخر ایستادن و این قانون قبول نشد. پس بیداری سیاسی از اینجا، از تفکر مردم آغاز پیدا میکند و اگر این موجود باشد، ما اجازه نخواهیم داد که در آینده هر کسی که در سر قدرت آمد چیکار کند؟ بالای ما هر نفسی که خودش میخواد اون را انجام بدهد و اون کار را برای خودش
انجام بدهد. برای همین برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم فعال باشید و مقاله ها بنویسید. هر روزی روزتانه و تا بگاه وقتی که میشینید بیکار میمونید در خانه یک دفتر را بگیرید و روی این دفتر تصویر بکشید که امروز من چقدر کار کردم، چقدر مالیات سپاریدم و چقدر خرید کردم و از این خریدی من و از این مالیات من به کجا مصرف کرده میشد و در کجا میرود. این چیز برای شما نشان میدهد که شما با تفکر خودتان بازی میکنید و بهترش میسازید، تقویتش میدید که شما علمتان، دانشتان بیشتر میشود و دقیقا میخواهید فهمید که برای چی شما باج کشور میسپارید و این باج کشور در کجا مصرف میشود. برای چی شما به تاجیکستان پول روان میکنید از مهاجرت و این پول شما به باج کشور چی کمک میرساند و پیشروی کشور از این پول شما چگونه آغاز مییابد. برای همین همه این سوالها را باید ما و شما بآموزیم و ببینیم. این برادران و هموطنان عزیز موضوع اولی برنامه ما بود، چون من در موضوع اول من میخواستم نکاتی را ذکر کنم در مسئله انقلاب، چون من وعده دادم که هر برنامه در موضوع رسیدن به انقلاب چیزهای جدیدی برای شما پیشنهاد کنم و بگویم تا اینه که برای رسیدن به انقلاب دیگرگونی به میان بیاید. همونطوری که در برنامه گذشته در مسئله رفتن به افغانستان و این مسئله بسیار عمیق صحبت کردیم و این برنامه از جانب تمام برادران و خواهران مورد پذیرش قرار گرفت و تشکر از همه شما. امیدوارم که تمام برنامه‌ها چنین پذیرشی از جانب مردم داشته باشند که ما بتوانیم با شوقی بیشتر برای شما مفهوم‌های بیشتر، معلومات‌های بیشتر، دلایل‌های بیشتر را چکار کنیم، پیدا کنیم و پیشکش کنیم که این به تفکر نسلی نوین کمک برساند و اون نسل خوابیده ایدم که نمیخواهند تا امروز چیزی را بشنوند، این شنوایی باعث بگردد که اونها بیدار شوند و برای رسیدن به یک انقلاب و یک تاجیکستان آزاد کمک برسانند. خب این موضوع اولی ما بود. میگذاریم به موضوع دومی که در اینجا من اسمش را گذاشتم. آیا صداقت رحمانوف و وعده‌هایش واقعی است؟ همدیران و هموطنان عزیز، این موضوع رو من از کجا گرفتم و چرا اسم رو چنین گذاشتم و در تصویرم شاید شما ببینید که تصویر اموالی رحمانوف از من است و ارتش تاجیکستان است که وابسته به جشن غلبه است و این چنین امیر امارت بخارا است و تصویر از انقلاب و روند مردم بخارا و دیگر مناطق تاجیکستان است. اگر این تصویر از بخارا است ولی در اون زمان از همه طریق من این تصویر را برای شما گذاشتم و اسم برنامه را به این موضوع را گذاشتم که آیا صداقت رحمان با وعده‌هایش واقعی است. البته شما وقتی که اسم برنامه را میبینید شاید فکر کنید که اصلا به اون چیزی که من میخواهم صحبت کنم وابسته نیست، چون فرق میکند. ولی برای همین را روشن کردن و به چند چیز به شما اشاره خواهم کرد. اینجا یک نواری از امام علی رحمانوف دارم که در روز غلبه صحبت کرد و سخنرانی کرد. سخنرانیش طولانی است، برای همین من از سامانه خاور، پایگاه خاوری که نزدیک به حکومت تاجیکستان است و یکی میشود که از رسانه‌های رسمی حکومت است، من از اینجا یک مقاله را به سمت شما میرسانم و در این مقاله راجع به این موضوع، یعنی به صحبت امام علی رحمانوف، چند نکات ذکر کرده شده است و من این را میخوانم و اقتباس هایی را که از اینجا من برداشت کردم و نوشتم راجع این اقتباس ها صحبت خواهیم کرد. از این اقتباس ها ما برمیگردیم به اون نقطه‌ای که من در اول ذکر کردم که چگونه، یعنی اون چیزی را که ذکر کردم و وابسته به اون چیزی که ما تحلیل میکنیم که آیا رحمانوف صداقت دارد در وعده هایی که انجام میدهد. خب برمیگردیم به مطلبی که در سامانه در پایگاه خبری خاور نشر شده است. خب دوشنبه 8/05/2025 امید خاور: حفظ وطن و حمایه حیات آسایشته مردم در هر دور و زمان برای هر یک شهروند آگاه و صاحب وطن و جوانمردی با ننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. خب چون این بیان داشتن امام علی رحمان در صحبت‌های روز جشن غلبه.
این یکی از اقتباس‌هایی است که امام رحمانوف آوردن. میگردیم بعد جمله دوم. سرور دولت ابراز نمودند که روند منفی و خطرباری که حالا جهان مؤثر را تحت تاثیر قرار داده است، خصوصا مخالفت‌های شدید بین ابوالقدرت‌ها از نوع اوج گرفتن مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، اینچنین گسترش یافتن عملیات‌های تقریبا تحریب کارانه سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی از خدمت‌های حربی، سطح بلند آماده باشی، مهارت و ملکه کسبی، حس وطن دوستی، وطن پرستی، جسارت و دلیری و مردانگی فداکاری طلب می‌کند. خب یعنی این اقتباس دوم. میگردیم به جمله بعدی. اعتماد امید مردم هر یکی شما فرزندان صادق وطن را وادار می‌سازد که همیشه هوشیار باشید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارید، نمونه رعایت قانونیت، تربیت و انتظامی حربی باشید. اظهارات داشتن امام علی رحمان. سرور دولت همچنین تایید نمودند که حفظ صلح پایدار، ثبات کامل سیاسی، تحکیم وحدت و خودشناسی ملی و پایه‌های دولتداری تاجیکان وظیفه مقدس هر فرد جامعه ما می باشد. این اقتباس دیگر. خب همین است که مساعدت به تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته در پهنای عالم یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت ما معین گردیده است. خب محض به خاطر پیگیری این هدف، من در اجلاسه 79 مجلس عمومی سازمان ملل متحد مسئله قبول قطعنامه مخصوص را عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح با خاطر نسل‌های آینده پیشنهاد نمودم. افزودن امام علی رحمان. امام علی رحمان بار دیگر یادآور شدند که تاجیکستان چون مملکت که جنگ دهشتناک تحمیلی را از سر گذرانیده است، همیشه جانبدار تنها به راه آسایشته یعنی گفت و شنید حل نموده همه مخالفت نظام می باشد. این اصطلاح آخر است. این اصطلاح آخر را دوستان گرامی یک بار خیلی اهمیت دهید. نگاه کنید، میگه که تاجیکستان چون مملکت که جنگ دهشتناک تحمیلی را از سر گذرانیده است، همیشه جانبدار تنها بر راه آسایشته یعنی گفت و شنید حل نمودن همه مخالفت و نزاع ها می باشد. این مسئله ای است که امام علی رحمانوف در روز سخنرانی خود اشاره کردن. نواری اونم هست، نوارش را بعداً برای شما میگذارم. حالا میگذاریم به اصطلاحی که اقتباس هایی که امام علی رحمانوف در همینجا استفاده کردن. از اقتباسی حربی میگذاریم، وطن دوستی و یا اینکه زیرکی سیاسی که ایشان ذکر کردن. امام علی رحمانوف میگوید که هر خدمت حربی باید جسارت وطن دوستی و زیرکی سیاسی داشته باشد. حالا بیایید چند نکته رو در اینجا نظر کنیم که در طول 30 و چند سال حاکمیت امام علی رحمانوف برای بلند برداشتن روحیه وطن دوستی میان نظامیان چگونه کارها انجام داده شد. در چند سال اخیر چند مرزبان تاجیکستان به خاطر مواد قاچاق، موادهای خب دیگه این چیزهای غیر قانونی، قاچاق و هزارها کارهای تروریستی و اکستریمیستی که همین خودی حکومت خود امام علی رحمانوف انجام داد به خود رسیده. یعنی چگونه کارهای را در طول 30 و چند سال حکمرانیش انجام داده است که حس وطن دوستی نظامیان تاجیکستان را این عقیده بالاتر برداشته است که آنها به خاطر این عقیده میستن و مبارزه میبرند. چند نمونه مثالش را شما در نظریات بنویسید که امام علی رحمانوف در طول چند سال اخیر چگونه اقدام‌هایی را برای بهتر ساختن وضعیت نظامیان که حس وطن دوستی آنها بالاتر برود انجام دادند. حالا من در نمایش میبینم، مثلا در نمایش میبینم که در
بعضی از مناطق های تاجیکستان کنسرت های گوناگونی آماده میسازن برای سربازان و یک مثلا قدم قربان را میبرن و 10 نفر دیگر مثل این چاپلوس را میبرن، در اونجا صحنه سازی میکند، سرود میکند، رقص میکنند سربازان. و از دید امام علی رحمانوف این حس وطنداری بالا بردن نسل جوانی است که به خدمت حربی سفربر میشود و در اونجا ادای خدمت وطن میکند. یعنی وقتی که شما میخواهید حس وطن دوستی یک سرباز را فقط با سرود خواندن، با رقص کردن بالا بردارید، چگونه میتواند بالا برود؟ دوم نکته، استفاده فشار برای گرفتن سربازان به ارتش، مگر این بلند برداشتن حسی وطن دوستی سرباز است؟ ما وقتی که میگوییم که رحمان با وعده هایش، با حرفایش وفادار نیست و هیچ نقطه حرفش واقعی نیست، منظور از هر کلامی ما این است. شما در نظر بگیرید هر نقطه رو ما ذکر میکنیم که وقتی که او میگوید که باید حس وطن دوستی و زیرکی سیاسی را از دست نداد و برای بهتر ساختن وضعیت سیاسی و نظامی باید به خدمت حربی آمد و وطن را خدمت کرد و چگونه از فشارها خود حکومت استفاده کند و مردم را در داخل همون نهادهای نظامی شکنجه کند، به قتل برساند. همین سال چند نفر در همین شاخه نظامی و از جمله سربازان معیوب گردیدند، معلول گردیدند. مگر می شود با چنین فشار حس وطن دوستی نظامیان را بالا برد؟ وقتی که امسال برای خرید فروشی همون شهادتنامه نظامی از هر یک جوان 30,000 35,000 سامانی ستانیدن تا او را چکار کنند؟ به او بفروشند. وقتی شما شهادتنامه نظامی را میفروشید، حس وطن دوستی انسان ها بالا می رود و اگر که شما پول ندهید شما فقیرتر هستید، بیاید بروید در خدمت حربی چکار کنید. وقتی که وطن دوستی برای فقیران است و فقیران فقط حس وطن دوستی رو از دید شما جاری میکنند، پس این وطن صاحب ندارد. نکته دیگرش این است که در تمام شاخه‌های نظامی امروزه تاجیکستان، در تمام شاخه‌هاش تمامی کارها انجام داده می شود تنها به خاطر تبلیغ خانواده امام علی رحمانوف. سربازی ما امروز تمامی کارش چاپلوسی است و تعریف و توصیف از خانواده امام علی رحمانوف است. در سال 2021 وقتی که امام علی رحمانوف چکار کرد؟ فرمان داد در ولایت مختار کوهستان بدخشان همین سربازانی که به اصطلاح امام علی رحمانوف گویا وطن دوست بودند بالای مردم عادی تیر خالی کردند. وقتی که یک سرباز و هموطن خودش را بیگناه میکشد و سوال نمی کند که اینجا من چرا این را کشتم، چگونه می شود گفت که حسی وطن دوستی و حسی وطنداری دارد؟ ما میتونیم این را بگوییم، ما میتوانیم اینجا ادعا کنیم که در امنیت در این سربازان ما، سرحدهای ما امروز از جانب کسانی که میتوانند در مقابل هر دشمنی بیستند نگهداری کرده میشود، حفاظت کرده میشود. وقتی که سرباز ما میراد در بدخشان بالای مادری تاجیک که فرزندش به شهادت رسیده است از دست همین ظالمان، بازم تیر خالی میکند. تابوت فرزند مادر در دستش در میدان ایستاده است، میاد لطکوب میکند و کسی که از فرزند این اومده ضرورش حمایت میکند به قتل میرساند، شکنجه میکند. ما میتوانیم این را وطن دوستی و وطن داری بدانیم. سال 2012 وقتی که همین هموطنان ما به خاطر دفاع سرزمین خستن، بازم امام علی رحمانوف این با یک امضا، با یک قرار مردم و سربازا را روان کرد در ولایت مختار کوهستان بدخشان، زیاده از 100 نفر به قتل رساندن و این همه سربازا رفتن در اونجا به قتل رساندن. کدام وطن دوستی، حسی وطن داری؟ ما از کدام مسئله میتونیم در اینجا سخن کنیم؟ یعنی فقط
تمام کارها تبلیغ خانواده رحمانوف و خدمت به خاطر یک اولاد و یک شخص و هر کاری که برای شایسته اون باشد چیکار میکنن انجام میدن. حالا من به نقطه بعدی برمیگردم، ولی اینجا میخوام این نکته رو ذکر کنم که در همین گرند سلمی که در دوشنبه برگزار شد، گوشتین جودا در همین جا یکی از تبلیغگران همین حکومت، یکی از کثیف‌ترین انسانی که در اونجا رفته بود، نقطه خیلی جمله خیلی معروف این چاپلوسا رو در اونجا اشاره کرد که ما تمام این برنامه ها را برگزار میکنیم، تمام این کارها رو میکنیم فقط به خاطر خوشحال شدن جناب عالی. وقتی که ما میگوییم که تمام کارها در تاجیکستان انجام داده می شود به خاطر یک خانواده، به خاطر یک شخص، اینجاست که از زبان خود آنها این برآورده می شود. خود اون شخص در همون روز ورزشی که یک همایشی خیلی بزرگ در دوشنبه بود، خود در اونجا در حضور تمامی ورزشکاران صحبت کرد و گفت که تمام این ورزش ها را ما تشکیل میکنیم به خاطر خوشحال کردن، سرخوش کردن جناب عالی. یعنی به خاطر بهتر ساختن و سرخوش کردن یک شخص تمام کار رو انجام میدن. هدفشون بهبود ساختن ساحه ورزش، ساحه نظامی نیست. هدفشون بهبود بخشیدن خانواده و حفاظت خانواده امام رحمانوف است. خوشحال کردن یک خانواده رقاصه است. ملت مسلمان امروز آمده است به اون درجه رسیده است که به فرمان یک بدبخت اجازت میگیرد میرود برادری مسلمانش را به قتل میرساند، باز میآید چیکار میکند؟ برای این رقاصه میرقصد و سرود میخواند و کون میجنباند. این است مگر شیوه مردانگی در ملت مردمی تاجیکستان؟ از کجا این تعلیم را ما گرفتیم که باید برای سرخوشی یک خانواده ما بریم هموطن خود را بکشیم، ما بیایم رقص سرود در یک طرف دیگه اجرا بکنیم؟ همون زمانی که مادر گلبدین زیابکوف در ولایت مختار کوهستان بدخشان نالش میکرد، ناله داشت، غم میخورد، در خانهش گریه میکرد، همین بدبخت ها بودن که در با میدان شهر واروخ چیکار کردن؟ خاروخ چیکار کردن؟ رقص پیدا کردن، حافظای سراینده های مشهور تاجیکستان آوردن، یک رقص سرود کردن، با چند تا کثیف بدخشانی هم در همونجا برومد رقص کرد، سرود خوان، نمیفهم فلان و بسمدان کرد، در حالی که مادر غمخوار تاجیک که فرزندش را از دست همین ظالمان به قتل رسانیده بودن، از دست داده بود، در کنج خانهش با صدای همین موسیقی نالش میکرد و در گوشش پخته زده بود که نشنود و گریه میکرد. مگر این ناموس تاجیکی است؟ مگر این ناموس مسلمانی است و این حس وطنداری است و این حس وطن دوستی است؟ وقتی که ما میگوییم که صداقت رحمان به وعده هایش واقعی نیست، این گونه واقعیت ندارد، این گونه همه حرفای او دروغین است. برمیگردیم به اقتباس دیگرش. میگه که حفظ وطن و حمایت حیات آسایشه مردم وظیفه مقدس است. بیایید یک بار مسئله این مردم را ببینیم که آیا حیات آسایشته این مردم را وظیفه مقدس خود میداند؟ بیایید ما یک نمونه مثالش را در طول چند ساله اخیر در نظر بگیریم. در واقع اگر ما نظر کنیم، امام علی رحمانوف در سال 1992 با کمک فرانت خلقی با انتخاب سنگک سفروف به میدان سیاست از یک بازار دهقانی کلخاسچیک به میان آمد. سنگک سفروف وقتی این شخص را میبیند با قدی بلند، با اسلام کریموف که اون زمان با سپارش یلسین پرزیدنت پیشین روسیه در تاجیکستان مسئول گردیده بود، پیشنهاد میکند که ما یک نفر را یافتیم که برای آینده تاجیکستان میتواند تاجیکستان را اداره کند. وقتی که اسلام کریموف این شخصیت را میبیند، یک انسان بلند و قد و قامتی دراز دارد و زیبا هست و حسن زیبا دارد،
و هر چی میگویند مثل غلام انجام میدهد و بله میگویند میگه بله این میشود. و صحبت های مشهور خود رحمان فهم هست که وقتی که من به کار آمدم شیمکستوم رو قرض گرفتم، یعنی پولی نداشتم که شیمکستوم بخرم. امروز نبیرش چیکار میکند؟ با ماشین های بالاترین و پیشترین جهان میگردد که میلیاردرهای جهان اینگونه ماشین و اینگونه مصرفات گوداره ندارد. این آسایشتگی مردم است. یعنی کسی که کلخاص شک بود شیم کستومش را از جوره هایش از همکرسانش قرض میکند و بعد به پارلمان میآید و بعد به جمعیت میآید، امروز چگونه دارایی دارد؟ این آسایشتگی مردم است؟ چگونه آسایشتگی؟ وقتی که امام علی رحمان در سال 1992 در سیسیه در خوجند رفت برگزار شد و اشتراک کرد و در اونجا به حیث راهبر انتخاب کرده شد، وقتی که بعد دوشنبه برگشت چیکار کرد؟ با کمک ازبکستان، با کمک فرانت خلقی، تمام کسانی که در داخل وطن بودن یکی یکی پشت یکدیگر به قتل رساند. تمام مخالفان سیاسی را، از جمله کسانی که در روند استقلالیت و رسیدن به استقلالیت کمک خیلی زیاد کرده بودند، هر یکی اونها را که دیدی مخالفت با فرانت خلقی داشت به قتل رساند. آغاز جنگ شهروندی را همینا کردند، وگرنه در دوشنبه یک حکومت موقتی موجود بود و اونها می توانستند حکومت را ادامه بدهند، ولی اینا رفتن در خوجند خیانت را انجام دادن و بازگشتن اومدن چیکار کردن؟ تمام خیانت ها را با این ملت انجام دادن. بعد از اون چیکار کردن؟ در سال 1997 با کمک روسیه رفتن در افغانستان مخالفه را فریب دادن و به اصطلاح خودشان صلح را، آرامش را، آسایشتگی را به تاجیکستان آوردن و تا امروز اعلان می‌دارند که در روند صلح و تمام کارشناسان و تمام کشورها برای امام علی رحمانوف احترام قائلند به خاطر آن چیزی که این نفر نترسید و رفت در همین صلح اشتراک کرد. آخه جنگ کرده و شروع جنگ هم از جانب همینا بود. همین جنگ را آغاز کردن دیگر چرا باید نرود خاتمه ندهد؟ آغازگر جنگ همین بود. پس در اون مسئله دیگرش که شما حرف میزنید غیر منطق میشود. چگونه باید ما احترام قائل باشیم به این شخص؟ بله، رفتن در افغانستان با مخالفانی که فریب دادن اونها را صلح کردن و به وطن یک آرامش را به میان آوردن. بله، آرامش و آسایشتگی تا یک اندازه در قالبک وجود داشت، ولی در آخر چی شد؟ تاجیکستان بعد از جنگ شهروندی را یک بار در نظر بگیرید. آغاز از سال 2006 حتی از سال 1999 بگیریم، در طبق قراری سازشنامه صلح امام علی رحمان در سال 1999 چیکار کرد؟ باید کاندیدات خودش را بر پرزیدنتی پیشنهاد نمیکرد مگر خیانت نکرد به این روند صلح و آسایشتگی مردم. اگر همون زمان میرفت یک نفر دیگر میومد، ما انتخابات آزاد داشتیم و هیچ مشکلی به میان نمیومد. یکم خیانت در سر قدرت باقی ماند، این خیانت بود. خیانت دوم در سال 2006 به راهبری اینات سید عبدالله نوری زهر داد و او را به قتل رساند و همینطور به استاد همتزاده و به دههای دیگر از کسانی که نفوذ داشتند و میتونستند دیگرگونی به جامعه بیارن. این آسایشتگی است مگر؟ کشتن انسان ها مگر آسایشتگی است؟ یعنی جنگی که عملا باشد با سلاح از بین رفته است، ولی جنگی سرد در جامعه ما موجود است. بعد از کشتن سید عبدالله نوری آغاز کردند با بستن تمام مدارس‌ها، تمام جاهای تحصیلی که
کمی وابسته به دین یا به چیز دیگری داشت. اینها را همش را در تاجیکستان از بین بردن و بعد از بردن این مدارس ها شروع کردن به جنگ داختن بین سلفی و حنفی و شافعی و شیعه و فلان و بیسمدان. بعد از اینها را که همش از بین بردن، آغاز کردن به از بین بردن مخالفان سیاسی. در سال 2012 بیرون کردن عمر علی قوتوف، در سال 2014 حزب او را، حرکت او را در تاجیکستان ممنوع کردن، در سال 2015 بالاخره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در قلمرو کشور ممنوع اعلام کردند و هزارها نفر را چیکار کردن؟ پشت پنجره بردن و هزارها نفر دیگر را از کشور بیرون کردند. وقتی که آسایشتگی و آرامش در وطن وقتی صحبت میکنی، از کجا ما میتوانیم صحبت کنیم؟ وقتی که مخالفای سیاسی از وطن بیرون کرده شدن، آغاز شد بر روزنامه‌نگاران و حقوق شناسان. اولین آدمی که در اینجا قربانی گشت بزرگمهر یاروف. بزرگمهر یاروف را به 29 یا 30 سال محکوم کردند و بعد برگشتن به روزنامه‌نگاران و هزارها روزنامه‌نگاری که امروز در پشت پنجره نشستند. این آرامش و آسایشتگی است. این اقتباس دیگری از امام علی رحمان بود که متاسفانه به یگان حرفش که سخن میکند و حرف میزند واقعی نیست و واقعانه به نظر نمیرسد. نقطه سوم میگوید که حفظ صلح پایدار وظیفه مقدس هر فرد جامعه میباشد. بیایید یک بار نظر کنیم. ما در امروزه تاجیکستان چگونه باید هر یک شهروند حفظ امنیت کشور را نگاه کند و اهمیت بدهد و بالای اون اشاره کند؟ یعنی براش ارزش های این کشور مقدس باشد که بداند که برای این وطن آماده است هر کار را بکند. برای همین ایستادگی کند، صلح پایدار وظیفه دار است و مقدس بداند و این را در نسل آینده خود چکار کند؟ عملی بگرداند. فرقی نمی کند چه از دیدگاه اجتماعی باشد، فرهنگی باشد، سیاسی، از هر دیدگاهی. اما اگر ما به واقعیت نظر کنیم، واقعیت را اگر ما نظر کنیم، ما میبینیم که متاسفانه امام علی رحمانوف صحبتاش فقط حرفن و در اصل هیچ گونه کاری را در روند عملی گردانی حرفایش اجرا نمی کند. امروز هزارها تاجیکستانی در خارج کشور از روند فرهنگ و دانش دیگر مملکت ها علم می‌آموزند. مهاجران امروز با فرزندایشان در روسیه هستند و در اونجا فرزندایشان مکتب روسی میخوانند. اونها از فرهنگ تاجیکی و وطنداری و وطندوستی چی بدانند؟ امروز در داخل این وطن ما مکتب‌های روسیه است که با دستور روسیه کار میکند و تمام فرهنگشان از روسیه، کتابایشان از روسیه میآید. در اینجا خیلی حسی وطن دوستی این فرزندا بخوانند. چگونه صلح و ثبات وطن و امنیت را نگاه بدارند؟ وقتی که شما اقتباس میارید، اقتباس هایی بیارید که در اون اقتباس ها حد امکان اندازه حرف واقعی وجود داشته باشد که یک انسان عاقل وقتی او را میخواند و او را چکار کند؟ نگاه بدارد. نقطه آخر از اقتباس های امام علی رحمان: تاجیکستان جانبدار گفت و شنید و راههای آسایشته می باشد. این نقطه ای است که ما بالاش بیشتر صحبت خواهیم کرد. همونطور که من در اولی برنامه این مطلب رو با رنگ‌های دیگر رنگین تر کردم تا اینه که شما اقتباس های امام علی رحمان رو خوب دقت کنید. من یک بار دیگر این رو برای شما میارم از خود سامانه پایگاه خبری خاور. ببینید دوستان، در اینجا نوشته است که خب ما پیشوانو امام علی رحمان بار دیگر یادآور شد که تاجیکستان چون مملکتی که جنگ دهشتناکی تحمیلی را، اینجا نگاه که تحمیلی، در حالی که خود امام علی رحمانوف یکی از روندها، یکی از طرفهای جنگ بود
و اگر جنگ تحمیل شده باشد خود امامعلی رحمانov این جنگ تحمیلی را آورده است. وقتی که کلمه را به میان میارد، ببینید در باور کنید این شخص کو، این شخص اگر که این نمی رویش همین چهرهش ظاهر است انسان است، باور کنید ظاهر این شخص انسان است. اگر شما باطن این رو ببینید یک خوگ است، این اصلا به انسان مانندی ندارد. شما همین حرف رو یک بار نگاه کنید چی میگوید. جنگ دهشتناک تحمیلی از سر گذرانیده است. مگر جنگ رو کی آورد؟ فرانت خلقی رو کی به میان آورد؟ مگر ازبکستان با سفارش روسیه به میان مگر نآورد؟ این جنگ تحمیلی از کجا به میان اومد؟ کی طرف های جنگ بود؟ این منطق رو اینجا گم میکند زبان، واقعیت را اینجا گم میکند. وقتی که خودت میگوی جنگ تحمیلی، گویا که تو نباشی و کسی بالای تو این جنگ رو تحمیل کرده باشد، حالا که طرف جنگ خودت بودی. یک عده مردم به میدان برآمدند و میخواستند که تاجیکستان صاحب استقلال باشد و بیرون از روسیه باشد و تمام ارزش‌های خودش را حفظ کند و تو با کمک روسیه آمدی تمام این مردمی که برای آزادی تاجیکستان برخیستند قتل کردی و از بین بردی و او را به شمار جنگی تحمیلی. کی کردهش؟ خودی تو، ولی امروز را اینطور بیان بدار. خب دوامش رو ببینید. همیشه جانبدار تنها برای آسایشته، یعنی برای آسایشته، یعنی گفت و شنید حل نمودن همه مخالفت نزاعها می باشد. ببین همه مخالفت و نزاعها می باشد برای گفت و شنید. حالا اگر که ما نظر کنیم چگونه گفت و شنید امامعلی رحمانov آماده است انجام بدهد. در سال 1997 سازشنامه صلح امضا شد. با گفت و شنیدی که امامعلی رحمانov با او اعتقاد و ایمان دارد. مگر این سازشنامه صلح واقعی بود؟ من از همه شما بینندگان سوال میکنم، هر کسی که در کامنتار امور امروز تماشا دارد و میشنود، شما یک بار در این سوالی من پاسخ بدید. آیا سازشنامه ای که نوشتن واقعی بود؟ اگر واقعی بود چی شد با اون؟ من میخوام نظر شما رو ببینم. نظر شما در اینجا چیست؟ آیا سازشنامه صلح واقعی بود از دید امامعلی رحمانov؟ آیا وعده ای که به سازشنامه صلح امامعلی رحمانov داد اجرا کرد؟ من میخوام پاسخ شما در نظریات داشته باشم. من به دیگر نقاطش میپردازم و بعدا به این نقاط باز برمیگردم. خب یکی از مسئله هایی که در جهان امروز معرفی هست این همین مسئله سازشنامه صلح و رسیدن به یک صلح در تاجیکستان است که حتی از جانب سازمان ملل متحد نیز مورد استقبال قبول گرفت و واقعا در بعضی حالتها از امامعلی رحمانov قهرمان تراشی میکنند بعضی از کشورهای خارج. حتی در سال 2019 یا که 21 بود، من چند عکس رو برای شما اینجا نشان بدیم. یکی از نمایندگان اروپا وقتی که به تاجیکستان سفر میکند و او را در تاجیکستان چنین ملاقات میکنند. من این عکس ها رو به سمت شما برسانم اگر بشود. این ببینید، این ملاقاتی است که در تاجیکستان یکی از نمایندگان اروپا را انجام میدهند. نمایندگان سازمان هاست. ببینید این نماینده اروپا است، یکی از سازمان های با نفوذ جهان غرب و این دختران تاجیکن که چنین استقبال میکنند. کسانی که دیدید اینا رفتن تا روند صلح تاجیکان را باید به اصطلاح اونی که دفاع بکنن از روند مردم سالاری تاجیکستان. برعکس دیدید دختر تاجیک را برآوردن به آغوشی که به آغوش یک اروپایی. دیدید آخر این عکسایی است که از روند سفر یک اروپایی، یک سازمان اروپایی به تاجیکستان بود. یعنی در بعض حالتها این سازمان ها به پول خریده و فروخته می شود.
حکومت با سروری امامعلی رحمانوف امروز مبلغ زیاد دارد و میتواند بعضی ها رو با مبلغ چکار کند بخرد و در این جانب میبینید که میروند در تاجیکستان چکار میکنن، بازم تعریف و توصیف میکنن. برای همین وقتی که ما میگوییم که برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، مطمئن باشید که در بعض حالت‌ها خارجیان هیچ وقت پیشرفت شما را نمیخواهند. برای اونها مهم این است که همون ملت خاموش باشد. اما وقتی که ما آماده باشیم و تفکر انقلابی را در اینجا داشته باشیم، اجازه نمیدیم که هر کسی بیاد بالای ما حکمرانی کند. مسئله دیگری که امامعلی رحمانوف به همین روندی گفت و شنید خیانت کرد که امروز میگوید من آماده ام. یعنی صحبتش هیچ وقت واقعی نیست. ببینید وقتی که امامعلی رحمانوف میگوید که ما واقعا میخواهیم با راه گفت و شنید همه نزاعها و مخالفت را حل بکنیم. اگر حالت چنین باشد سال 2012 با عمرعلی قوتوف چرا سازش نکرد و او را به قتل رساند؟ اگر واقعیت باشد چرا سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در تاجیکستان ممنوع کرد؟ اگر چنین باشد چرا امید 88 را پشت پنجره و بعداً کشتش؟ اگر چنین باشد چرا تاجیکستان آزادی نو را با رهبری زید سیدوف نمون در تاجیکستان فعالیت کند، بر بعد 29 سال زندان را محکوم کرد؟ اگر چنین باشد محمد روزی اسکندرов رئیس حزب سلسله دموکرات تاجیکستان، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را چرا برد به زندان محکوم کرد؟ هزارها دلایل وجود دارد که هیچ گونه حرفای این شخصیت واقعیت ندارد. همدیران و هموطنان عزیز، ببینید حالا اگر ما ببینیم امامعلی رحمانوف این اقتباس ها رو یکی از برادران پیوست شدن، این برادر رو پیوست میکنیم و برمیگردیم بازم به همین موضوعی که صحبت داریم. برادر آهن بفرما، سخن با شماست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. زنده و سلامت باشید. بفرمایید برادر. چی گرفتیم نواشی قطعی نمیدونه صدا میارن چیست؟ خوب چیست؟ برادر آوازت خیلی کنده کنده میاد. شما یک بار بدروین به نواشنی وارد چین، به خاطر که آوازتون واقعا کنده کنده میاد. من صدای شما رو طبیعتا نمیشنوم. چون آوازتون کنده کنده میاد، اصلا نمیفهمم. صدای مرا میشنوین؟ یا مایده بهتر شد، این حال کمی بهتر شد. نواشنکار گرفتم، نواشنکار را به پیرم کشتم شد از تلفن ماست پاس میده، نمیدونم چطور. برادر عزیز اینترنت باز هم خیلی کنده کنده میاد. اوزه برادرها در کامنتر یا بنویسید صدای برادر در من کنده کنده است یا که در شما هم کنده میاد. بعد صدات کنده کنده میاد. بازم دویم بار شروع شد. خب دوستان، ما برمیگردیم به موضوع و میبینیم که بعدن که برادر پیوست شدن و او را پیوست میکنن. همدیران و هموطنان عزیز، صحبت‌های امامعلی رحمانوف رو که ما چند اقتباس آوردیم از روند سخنرانی او به مناسبت روز غلبه بود و حالا اینه که جشن غلبه همچون فرهنگ مردمی تاجیکستان هست نیست، این خودش یک علامت سوالی خیلی بزرگ است. آیا در روند حکومتداری و استقلالیت چون این جشن ها باید گرفته شوند؟ اگر که ما تاریخ رو نظر بکنیم، در تاریخ ما پیروزی های خیلی زیادی داشتیم، جنگ های خیلی زیادی داشتیم و حتی در مقابل همین شوروی جنگ های زیادی کردیم و اصلا درست است که باید از نقطه اول ما برای فداکارانی که در اینجا جان باختن از تاجیکستان از جمله
احترام قائل باشیم و برای اونها ارزش قائل شیم. و در دوم مسئله منطقوی و یا اینکه همگرایی است که ما واقعا در یک روند جهانی کمک رساندیم و جنگ کردیم. این چیزها می شود سوی مثبت باشد در روند تجلیل کردن چنین روزها، اما من ضررش بیشتر است از فایدهش. از هر دیدگاهی که نظر نکنید، وقتی که ما کارهای بررسی رو میکنیم و نگاه میکنیم که چگونه یک تجلیل، یک عید، یک جشن به یک فرهنگ، یک ملت ضرر و ضربه میرساند، این نکات بسیار مهم است. من چرا ضد تجلیل روز غلبه در تاجیکستان هستم؟ بر چند اساس است؟ اولین چیزی که ما را باید از این از این نگاه دارد، این مسئله استقلالیت کشور ماست. چون وقتی که ما صاحب استقلال شدیم، اساس دیگر ما باید به فرهنگ خود نگاه کنیم و باید استقلالیت خود را همچون یک ارزش مقدس بدونیم و روندهایی که به همین استقلالیت رسیدن ما کمک رسان، اونها را همچون یک روز جشن چکار کنیم و چکار کنیم اهمیت بدیم. مسئله دیگه این تقلید کاری است که ما نباید از مسئله یک حکومتی که این در عموم وابسته به شوروی دارد، یعنی همین غلبه وابسته به شوروی که امروز او روسیه شماریده می شود، برای ما همچون یک فرهنگ شود، برای ما همچون یک تاریخ شود، برای ما همچون میفهمم از یک روندی که ما فقط مجبورانه در اوجا برده جنگانیده شدیم و او را برای خود یک فرهنگ بشماریم و از او تقلید کنیم. این برای ما چیزی خوبی نیست، چون این باقی مانده شوروی است و من فکر میکنم برای ما هیچ ارزشی نداره. مسئله سومی که من در اینجا بیشتر بالای این نقطه اهمیت میدم، این مسئله بی‌اعتنایی به قربان‌های ملتی که در هر زمان ما دادیم و از جمله در سال 1920 تا 1930 چند رو. در این سالها ما واقعا هم بسیار ما مشکلات ها داشتیم. زمانی که شوروی در سال 1920 به آسیای مرکزی حمله کرد و روسیه بزرگ به طرف امارت بخارا که اون زمان ما تاجیکستان و دیگه مناطقی که امروز در ازبکستان و اون طرف ها هستند در زمان امارت بخارا بود، ما در اون زمان در زیر امارت بخارا بودیم. وقتی که اینها به ما غلبه یعنی حمله کردن، در این حمله پادشاه ما را فراری دادن، از وطن بی وطنش کردن، او فرار کرد به افغانستان رفت و مردم خود پراکنده مردند و مردم به میدان برآمد و این مردمی که در میدان برآمد خیلی یعنی نفر زیاد بود و همه اینها کار کردن، سرکوب کرده شدن و تمامی تظاهراتگران را بیشترش به قتل رسانیدن یا از میدان پراکنده کردن و بعضی از انسان‌های بزرگی به مانند ابراهیم بیگ، فوزیل مخزوم، شیرین بیگ، قاری شریف، سید علی حصاری و دیگران واقعا همین روندی مبارزه رو چکار کردن، تنش دادن و شورش رو بیشتر کردن در مقابل همین حکومت شوروی و با کوههای بلند برآمدن و مقاومت رو ضد حکومت شوروی چکار کردن، راه اندازی کردن و سالها در مقابل همین حکومت شوروی جنگیدن و البته حکومت شوروی اونها رو بسمچی میگفت و هزارها اسم میگفت، اما اونها واقعا هم بیشترش از ارزش‌های معنوی، از ارزش‌های مردمی و از ارزش‌های ملت تاجیک دفاع میکردن و در مقابل همین شوروی میجنگیدن و سالها هم جنگیدن و بالاخره یکی پشت یکی با هر راه اینها رو به قتل رسانیدن، به شهادت رسانیدن و اینها رو کشتن. حالا ما اگر که میخواهیم امروز جشنهایی را بگیریم، باید روند خیزش مردمی را باید جشن بگیریم. بر جای اینه که ما امروز جشن میگیریم، استقامت و استادگی ان نفرانی که به مانند ابراهیم بیگ و فوزیل مخزوم و دههای دیگری که ایستادن و در مقابل نظام شوروی سالها جنگیدن اینها را چکار کنیم؟ باید اینها را جشن بگیریم و اینها قائل شیم و من بر اساس همین ضد هستم که از فرهنگ بیگانه
تقلید کنیم وقتی که ما خودمان فرهنگ داریم، دانش داریم، علم داریم، توانایی داریم، جشن داریم و میتونیم اینها را برای ملت خود و استقلالیت خود نگهداری کنیم. وقتی که ما از نشان بدیم که شوروی آمد کشور ما را چکار کرد، گرفت، نه اینه که آمد و در این جای انقلاب چون مردم میخواستن با شوروی شوند، بلکه آمدن مردم ما را قتل کردن. پس ما هیچ گونه جشنی که در شوروی گرفته میشید اون رو جشن نمیگیریم. بر اساس همین من ضد این چیزا هستم و من میخوام که ما باید عنعنه‌های خود را راه اندازی کنیم و در مقابل تمام متجاوزین بیستیم و وطن خود را آزاد بکنیم. رای حق بفرما برادر. رای حق صدای ما هست؟ سلام علیکم اکبر عبیدالله. و علیکم السلام. عبیدالله تشکر زیاد برای خدمت‌هایی که شما برای وطن میکنین. ما اکا راستی میترسیم آوازی که یوز ما اکا اقبال گفت دیگه برادرها. اکا عبیدالله شما را همه تاجیکستان نگاه میکنن مردم واقعا میبینه یک سیمای دولت یک راهبر بودن در یک ولایت شهر نک برادر عزیز مشکلی میگه بین این برادر بچه که هیچ بهش باز نمیگه. این مردم نظر داره نسبت به شما. بله. یعنی ما طرفدار خیلی میدونیم که روی حق داریم زید یعنی کسی که همه ما را در داخل یا در خارج عذاب میته اذیت میته مالی رحمان و پیما هیچ شک نداریم. من یک سوالی همینجا به شما دارم. من در اینجا موضوع را گذاشتم و صداقت رحمان با وعده هایش واقعی است و در اینجا چند اقتباس 4 اقتباس از صحبت آخر امالی رحمان در روزی یعنی به مناسبت روز غلبه آوردیم و شما در همین اقتباس هایی که من آوردم و این سوالی که من در برنامه گذاشتم یعنی اسم موضوع و صداقت رحمان با وعده هایش واقعی هست، چه فکر نظر دارید با اون 4 اقتباسی که من آوردم از صحبتاش؟ سلامت باشه برادر مبارز. در مسئله که رحمان و صداقت نداره ازش مختم در بلوک قیدین که شوروی قیدشون افتاد این همی تاریخ زمین قرقیزستان رو شما که گفتیم مردم رسانه برنامه تماشا کردیم همی این تحقیقات که شما گپ شما اثبات شد که مردم که باید لای قید گفتین زمین تاجیکستان که وقتی قرقیزستان مشکل داشت این رحمان یک وقتا گفتند که این همیجا چین داشت همیجایی که سرحد قرقیزستان قطعی باروغ که هیچ وقت انکلاو نبود و چه این شما اثبات کردین که این برای زمین برعکس فروخت. این صداقت امال رحمان. جوابش داده شما. سلامت باشین. زنده و سلامت باشین. تشکر از اشتراک در برنامه. امیدوارم که بازم میدونید در برنامه اشتراک میکنین و امیدوارم میشین یک صحبتایی بکنین ان شاء الله. سلامت باشین. آخر سخن اگر اجازه باشه خواهش شما را مگنه خداوند موفق کنه در یک کاربارتون در زندگیتون در حیاتتون. ما نفرهای هستیم برادر عبیدالله کمپیرک مادر محمد اقبال صدیقی برادر مبارز میشناسش قدیش یک بار گپ زد برای نزدیک ما یک تماس گرفتیم کمکشم خواهی کرد مدت داشت داد شما را ما برای نزدیک انشالله تماشا میکنم مادر بزرگ خیلی خدا رحمتش کنه. درباره شما گپ میزنم میگم این بچه خیلی بچه نوریه و دینیه داریم در حق پاک قرآن و حدیث پیغمبر داریم. شما را خدا موفق گردونه پا پیشروی زندگیتون. خدا هیچ وقت در رحمت دادن اوی دیده شما و ای وطن دور بودن شما در یک قدر غربت ای خانه شما گپ میزنم ما خون میدونیم مقامات چکن که خانه شما پدر و زندگی حیات شما در کدام فشار هر یک با ویدیو شما که میکنید در اینجا به کمیته امنیت وزارت کل داخله همه یا انا در گپ میزنن در حال دیگه میگه برین خیلی فشار بیارین در ویدیوش خیلی کنی خانه شونه اگر که یکان ویدیوهایی که مقصد حکومت مجبور میکنه شاید با پاو خواهر شما با برادرای شما که نوارشون کنن تنی براه نیات نمیدونیم یکان حالت خطر ده ای حکومت شما میچه برادرای مبارز انتظار باشین اما امیر بدونین که اپای ترای کرای خواهر تو مادر تا میکنه بخاطر که شما برادر عبیدالله در راه استقلال در راه آزادی وطن در آینده انقلاب سهم گذاشتین
اینا ما میدونیم که شوخی بازی سهل و یگان کاری آسان نیست. این خیلی یک کاری سنگین و مهمت انسانیت و زندگی شما. سلامت باشین برادر عزیز. یک بار دیگه موفق سربلند باشین. خدا نگهدارتون. تشکر از دعای نیک. پروردگار نگهبان تو باشه. سلام علیکم. زنده باشین برادر. تشکر از اشتراک در برنامه. زنده باشین. بله دوستی گرامی، ما صحبت کردم و تشکر از دیگه برادران که پیوست شدن و اگر بچه‌هام چیزی گفتنی باشن میتونن پیوست شون و در برنامه صحبت کنن. همدیران و هموطنان عزیز، ببینید در بعضی از کشورها واقعا برای اجرگذاری به همین روند تاریخی اشان کارهای دیگری انجام داده شد. مثلا در ازبکستان برای همین بوسمتچیان کوشش کردن که از لیستی سیاه اونها را بردارن و برای اونها اجر قائل شوند و در روند ملی کنونی اونها تلاش ها انجام داده می شود و شاید بعضی از همین جانفداهایی که اشخاصی که در زمان روند امارت بخارا انجام دادن که اغلب آنها تعلق به همون امارت بخارا داشتن که آنها تاجیک بودن و فارسی زبان بودن، اینها به خود گرفته میشن، یعنی به دیگر کشورها گرفته میشن و اگر ما در همین روند عقب بمونیم که این یکی از خیانت های خود کشوری یعنی حکومت امروزه تاجیکستان است که این کارا رو انجام نمیدهد به خاطر صداقتش با حکومت روسیه، این واقعا بزرگ است. یعنی چون ما بیشتر اونها را در روند تاریخ از دست خواهیم داد، چون ازبکستان الکی کوشش دارد اونها را بگیرد و از اونها شخصیت بسازد برای خودش، از آبرو بسازد. همونطوری که شما حتی دیدید در بعضی از تاریخ نگارها در ترکیه الکی از امام بخاری و از اسماعیل سامانی، از ده ها کسایی که در سمرقند بخارا امروز یعنی از اونجا هستند، اونها همچون ازبک شماریده میشن و در اونجا به اسم خودشون آنها را میشمارن. به همین خاطر در بعضی حالت‌ها ما باید کوشش کنیم و تلاش کنیم که وطن خود را حفظ کنیم و بیستیم و هویت خود را با وطن خود بیاموزیم. امروز در تاجیکستان مهمترین مشکلات این بحران هویت است. ما تا امروز هویت خود را نشناختیم، تا امروز بالای وطن خودمون درس نخواندیم که وطن یعنی چی. چرا باید ما تاجیکستان رو امروز نگه بداریم؟ چرا باید ما او را چکار کنیم؟ وسیع بگردانیم؟ چرا باید ما این تاجیکستان رو گل شکوفان کنیم؟ چرا باید بهترین اقتصاد رو داشته باشیم؟ چرا باید ما گردنکج دیگر کشورها نباشیم؟ چرا باید ما مهاجرت نداشته باشیم؟ چرا ما در بخش نظامی باید خریدن از بیرون نداشته باشیم، خودمون بسازیم؟ چرا باید در بخش تکنولوژی ما در داخل وطن تکنولوژی رو بسازیم؟ چرا ما همه کارها رو نباید خودمون بکنیم؟ بالای همه این مسائل ها ما مشکل داریم. مشکل اصلیش این ناآموختن تاریخ است. ما تاریخ خود را، هویت خود را نآموختیم. وقتی هویت خود را نمی‌آموزیم، ما نمیدونیم که مثلا ریاضیات از کجا ساخته شده است، پدر ریاضیات کی است، پدری مثلا تیپ کی است. تمام این نقاط را ما بالاش اهمیت نمیدیم و نمیفهمیم که تمام علمی که امروز در غرب است سرچشمش تقریبا از اون منطقه، یعنی بیشتر از 50% از طرف ما میآید. پس ما چرا باید نآموزیم؟ امروز عرب ها با این قدر خفا موندنشان با تمام چاپلوسی توانایی کوشش دارن از دولت های عربی، تمام یعنی از دولت های امریکایی و اروپایی همه اینمو تکنولوژی را میکشن میارن برای یک اروپایی 2,500 3,500 یورو 5,000 یورو معاش میکنن تا اینه که در داخل وطن خودشان چیکار کنن؟ همین تکنولوژی مؤثری که امروز در اروپا پیشرفت کرده است در داخل وطن خود بسازن که آینده گرفتار همینو نشود. ما امروز برعکس هیچ چیز چی نداریم. تمامی چیزهایی که هست همش وارداتی است. همه چیز را ما از بیرون وارد میکنیم. یگان نه ماشین صادر میکنیم، فقط برق صادر میکنیم که همون هم با کشور فقیر همسایه همون افغانستان که در بعضی اولادها بازم همون را چکار کردن نمیتونیم انتقال بدیم، صادر کنیم. و همین اساس وقتی که ما اینجا حرف میزنیم از پیشرفت، از نبودن هویت، باید ما دقت بدیم که مشکلات اصلی ما را متاسفانه در همین زمین است و باید بالای این مسئله ها ما کار بکنیم و کوشش کنیم که وطن خود را از دست خانواده ایمانی رحمانوف و اولاد او نجات بدیم. سلام علیکم برادر وصیف، خوش آمدی. فرمای برادر. سلام علیکم برادر. درست گفتی. من هم یک چیز میخوام بگم.
بله واقعا هم اگر رحمان فخر میکنه که ای نهمی مای مثال میآید در میدان سرخ مثال بگیم که پرد میگذرونه قطعی روسا فخر میکنه که این ایدی بگیم همون سال بعدی شوروی است. نگاه بکنید که اگر حکومت ما را تنقید نکنه مهاجران تحقیر دشنام ملت کوبا دیپورت نکنه روسیه یگان مشکلی نیست. این قمیویا نمیدونم چاپلوسی میکنه رحمانوف مثال با پوتین هم نمیدونم چخیلی که بگیم که امیر چاپلوسی امیر رحمانوف با بگیم که با نظر نمیگیره. اگر با نظر میگریف مردم امروز بگیم که در روسیه چخیلی که میبینیم میبرن تحقیر میکنن دشنام میکنن نمیدونم تاجیک اکستریمیست میبرن تاجیک تروریست میبرن. رحمانوف هم پوتین هم یک چی در این باره صحبت نمیکنن که روی حلی همی بگیم که همی مهاجرای تاجیک بیاون. اگر این مثال ما رنگ قرغیز ها ما اگر رنگ قزاق ها رنگ ارمیان ها اگر در روسیه قدر می داشتیم اگر نمیدونم رحمانوف هر روز نهمی مای میکرد یگان مشکلی نبود. نه که یک آدمی که همه بگیم که همون روسیه ما را دیپورت میکنه نمیدونم همونجا مردم ما را ظلم میکنه بازم با قطعی همین بگیم همین پوتین قطعی همین روسیه قطعی بگیم بازم همون میاد نمیدونم در میدان سرخ با این سال یگان سال من دیدگی نبودم که در میدان سرخ مثال سلطات تاجیک بیان با این سال سلطات را گرفت آورد. این چه خیلیه من نمیفهمم. رحمانوف باید تو برای تو نتونسته شدی واقعا هم این مشکلی که بالا این ملت مهاجر این مردم ما اصلا نمیفهمم. شما خواهش کردیم یک بار برای یک پیکت بکنی شما 8.5 میلیون زیاد ما در روسیه یک نفر صدا بلند نکرد. شما تماشا بکنید که ایست پس چه شرایط شما وضبین میشوه باور بکنید تا که خاموش میسته شما خاموش بسته با خاموش بودن شما مشکلی شما حل نمیشه. شما باید بروی حرف بزنید شما باید بروی طلب بکنید. متاسفانه امروز هم که دعوت میکنیم برادرای عزیز ای مسکو نمیدونم ای تمام شهرهای روسیه بگیم در تماس میبروید وقتی میگن تو که برادرای عزیز شما حق حلالی خودتونه شما نگی که ما نمیدونم نهضتیم 24 ام یگان چیز نگی ما مهاجریم ما میخوایم که یک جای کار بسازی در وطن میای پیش پوتین نمیدونم پرد میگذرونی چند هزار تاجیک میاری پرد میگذری در میدان سرخ و مشکلی ما را حل کرد. مردم مشکلی داره این کار با جای که حل کنی میای نمیدونم سپکتاکل میکنی در میدان سرخ میره. ولی بعدی رحمانوف رفتن شما تماشا بکنید وضعیت هر روز بر روز اومده بر روسیه مشکل میشه مردم. ما میگیم که شما حق خودتون طلب بکنید حق ما را حق دیگر انسان ها طلب نکنید حق خودتون که شما طلب بکنید که رحمانوف ما همینجا اومدیم چند سال شد 30 سال شد کار کرده شدیم تو که یگان چیز میسازی در وطن که ما در اینجا کار نکنیم بریم در تاجیکستان کار کنیم چی بگیم که صاحب کارش چی ساختمانچیش چی دیگرش همین مردم ما یا که در ساختمان یا که در بازار چی با که ما نمیتونیم بگیم که در وطن خودمون همون بیزنسمن هایی که امروز هستن در روسیه همینا نمیتونن برن در تاجیکستان یگان بگیم همین فضا رو آزاد لااقل بگذار رحمانوف تو تماشا کنی مردم ما میتونه یگان کار بکنن. تو دیده شدی که تا بودجه دولت که راست خود نداری مردم خودش بگیم که کوچه هاش اسفالت کرده شده مکپون تو نمیدونم مکتب و همه چیزا دارن مردم خودشون میکنن و جایی که تو این بودجه دولت بسازی اگر این مردم آزاد باشن باور بکنه یگان نفر بگیم نمیجا بگیم در برنامه های ما اشتراک بکنه و بگه حرف ما را گوش بکنه. وقتی سوید هست جای کار هست معاش 5-10 هزار سومونی نمیدونم یگان لیمیت برای انسان ها هست
باور بکنید مردم دیگه بگیم که همه میگن که توکلتون به خدا، شما هم نمیتونم 100 نفره 1000 نفره توکلتون به خدا، ما هم بگیم که همین رحمانوف خوبه. نه که همین مشکلی مردم شما خودتون دیده شده. پرابلم در شما که شما خاموشه. باید ببروی حرف بزنی. آدمی که در داخل است یا در خارج است، آدما باید ببروین حق خودشون طلب بکنن. اگر حق طلب نمیکنی باور بکنی همین خیکو در همین زیلت میمونه مردم. این رحمانوف باید ما یکم برجدی به خوبی بفهمونیمش که تو باید بگیم که همین کارها رو بکنی. غیر صورت ترا بگیم که چخله اومدی کو همون چیز انتظاره. چخله که با تانکا و توپی روسیه و ازبکستان اومدی با هم یک نفر دیگه با مثل همه خودت بود هم تانکای نمیدونم ازبکستان روسیه یا که افغانستان میاد به سرته. به همین خاطر این چیزا را ما میخواهیم که بررسی بشه. این همین بالاخره این همین جنگ چی در اوکراین قطع روسیه نه امروز اومدن روزی 15 هم نیت دارن که بگیم که صلح بکنن. این آدم ها مرد، این سرزمینشون رفت، عاقبت صلح بده. همین نمیشید که همین نمرن اینش باویش جنگ نکنه میلیون ها دلار یا میلیونی آدم ای پره میلیون آدم ای پره مردگیه. همین نمیشید که همین نمیدونم با گپ حلش میکردن جنگ نمیشید، آدما نمیمردن، خونه های مردم ویران نمیشید. نه که رحمانوف هم اگر بگیم که با گپ نمیدروی منتظر باش. مردم دوره اوجه روز به روز یک قدم پیش رفته شدیم ما. انشالله که اگه ما در جنب برایم کوزیرون دتو نشان بتیم. انشالله که برجدی یکم میره مرده گوره برو بگیم که بالا و چقدر آدم وارد زندگی میکنه. غیر این صورت باور بکن ای کدفی بد میشه، ای پرزیدنت سوریه بدگی هم بد میشه. ترا یگان جو قبول نمیکنه، ترا گیجو هم قبول کنه. ما انشالله قطعی همون دولت کار میکنیم همین پارتنری خوب بشه که هم ترا با ما بگیریم. ما آماده ایم که گفتی برادر محمد اقبال که قطعی لبایش همکاری بکنیم که بعد ترا با دست بیاریم. و همین خاطر بیای کاری بکنیم که یگان کس زلال نبینن. نه خو که ما حق خودمون طلب بکنیم. شما رو بگیم که ای کمبودی ها ما گپ بزنیم، ما اکستریمیست باشیم، ما تروریست باشیم. یا که طلب بکنیم که رحمانوف بره استعفا، ما اکستریمیست و تروریست ما میبروریم. شما این کارها را باید نکنید. برو تماشا بکن. تو نتونستی، ای مسلمانی کافری نتونستی، با ما بره خلاص. با یک نفر دیگه بیا 4 سال 5 سال دیگه کو ببینیم که او آدم ازش چی میگه. اگر نه اومد وایش هم علش میکنیم با یک نفر دیگه رو میبینیم که وضعیت مردمی تاجیک بگیم که خوب بکنه. امروز باور بکنیم میستم نگاه میکنم حیران میمونم. نه مردم در همین برنامه ها بگیم که فعال هستن یا که نمیدونم همین رحمان واقعا در این مردم محقله. شما چخیلیه این مردم در ما حیران نشانده. ما رو چند نفر رو تماشا میکنن، ما 100 دونه لایک گرفتن نمیتونه یا که 200 دونه لایک بچه ما رو 400 600 1000 آدم تماشا میکنن. متاسفانه تماشابین نشوه برادر عزیز. بیای یگان کار بکنیم. اگر نه همون تماشا هم نکنه. اگر نه باور بکنید آدم از زیق میکنه. وقتی که میبینن که مثال 1000 نفر تماشا داره 100 دونه لایک داری، باور بکنید گنده آدم خسته میکنه. برادر عزیز شما نباید بیننده باشه. وقتی حاجی محل نگاه کردن نیست، محل عمل کردن اومده. متاسفانه امروز پیدا نکرده است همون بگیم 3-5 نفری هر یک شهر ناحیه. به همین خاطر این فکری که حکومت برای مردم میگه، برای شما مردم میگه که بگیم که مخالفین میبرن صحبت میکنن اونا خائنن، خائن رحمانوف. باور بکنید من سرزمین نفروختم، من از بودجه دولت میلیون ها میلیارد ها ندزدیدم. بیاره دلیل بیاره. شما میدونه که در دولت های اروپایی اگر دکزت بکنه همون انسان ها را برمیگردونن به وطنشون. شما من
بگیم که با گفتی ختون نمیدونم من چیکار کردم خواهین برمدم بیایید کذب بکنیم انسان ها اینا نه ای رحمانوف میترسن نه ای ما میترسن نه یکم که این دولت دا قانون های سود عدل نیه قانون برارش عدل نیه دولتدارش عدل نیه اما همش رحمانوف نیسته اما رحمانوف همه را رحمانوف انتخاب میکنه در اینجا خیلی نیست اینجا سودش مستقله سود یگان نفر گوش نمیکنه اگر تقبازی هم باشه و همین خاطر بگیم که پروپاگاند رحمانوف که اگر یک نفر بگیم که مینوسی حکومت بگه و رحمانوف استعفا طلب بکنه رحمانوف اون خواهین میبره این خطا است برادر عزیز رحمانوف اگر برای جنگ میشود در تاجیکستان نه سوال با کلی این مردمی که ما را تماشا میکنید این رحمانوف مونده برفت یک نفر دیگه اومد ای همون حکومت یا که نمیدونم ای زندان بر اومد رئیس جمهور شد یا که یک مخالف اومد چید همین رحمانوف برای یگان بگیم که تاجیکستان رو میکشه میبره خطیش یا که نمیدونم یگان گپ میشه یگان گپ نمیشه نه که وقتی که نمیروه وای بعد ما مجبوریم که یگان کار بکنیم که برونیمش و همین خاطر باید رحمانوف فکر بکنه کار بکنه که ما کار نکنیم که رحمانوف برونیم رحمانوف خودت بره همین تا گفتنی بدم برادر عزیز برادر اگر در استودیو باشن قبول کنه انشالله که برادر من هر چیزی هم صحبت خود اضافه کنم اون چیزی که خود گفتی واقعا یک نقطه خیلی اشاره کرده گرچه در نگفتی ببین که وقتی که رحمانوف میرود و در تاجیکستان روز غلبه را جشن میگیرند باید به یک نقطه دیگه نگاه کرد که در عموم ما بعد از شوروی وقتی پراکنده شد چی گرفتیم چی به دست آوردیم آیا بودجه کشور ما پر بود دارایی وطن ما زیاد بود تمام کانال‌ها و زوادها و هر چیزی ساختن برای ما باقی گذاشتن رفتن کردن یا نکردن وقتی که اینها رفتن بودجه کشور ما صفر بود در کشور ما دینباره جنگ داختن کشور ما پر از مثلا پلای قرقیزستان ازبکستان همه پلا رو آوردن در وطن ما استفاده کردن بودجه کشور ما رو بردن به صفر تمام معدن‌های ما را امروز هم زیر نظارت دارن مهر زدگین هیچ حق نداره کار بکنه تمام زوادهایی که بدن به مانند تالک و این گس نورک اینها تا حالی هم تقریبا 80-90 درصدش در بودجه روسیه است فایدهش خب همه چیزهای فایده‌ناکی که برای یک وطنداری هست اینو از دست ما گرفتن پس سوال به میون میاد که ما وقتی که امروز همچون میراث خودمون از اون دولت میدونیم چی به دست آوردیم مگر یک اسمی که ما در همون جنگ اشتراک کردیم و یا اینه که ما در همون شوروی بدیم باید در یک دولت صاحب استقلال مگر ذلت چیز دیگه ای را نپذیرند انا سوالی مطرح هم همین است در بعضی حالتها بسیار عمیق است فکر کردنش ولی میستی فکر میکنی همه چیزی که به ما بود از بین بردنش بله فکر که تو مثلا حوزه در آلمان زندگی میکنی در آلمان یورو از بین میره و در آلمان مثلا دلار میشه خب تو در یک بازار مثلا یا اینکه مثال میگیریم در پولشا زلوتا از بین میره و یورو میشه و در لیتوا مثلا زلوتا مردم پولشا میروان هم زلوتایی که داره اکونومیک پولشا میره از لیتوا تمام میسور خرید میکنه میوره پلی زلوت در لیتوا میمونه او پلی دیگه یک کاغذ بعد از چند مدت از بین میره اقتصاد کجا میشه کاملا از بین میره اقتصاد یک کشور بسوزه یعنی وطن ما رو این گونه کردن ما تقریبا پلی تاجیکی سومونی کی برمد 99 سال تا او زمان ما کدام پلی استفاده میبردیم پلی روسیه که در تمامی جهان میگشت یعنی تمامی ازبکستان قرقیزستان هر کس میمدن کشور ما خرید کردن میرفتن همین پلی داشتن اینجا ما میشه چیکار خراب شدن اقتصاد ما جزیر شده رفتن یعنی اینا برای ما هیچ چیزی نگذاشتن میراث که ما تو عین حال از اینا غلبه جشن بگیریم مکتباشون اجازه دیم و این بازه باید داشته باشن حد امکان امروز اگر این گونه است باید ما از تالکو رو کاملا مستقل کنیم یه سری نورک کاملا مستقل کنیم همه اینا رو باید ما کاملا مستقل کنیم بگیم که دیگه کدام شرطا شما برای ما میگذارید
این مسئله است که بسیار دردناک است. عادل بفرما اگر چه گفتنی باشه. عادل السلام ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام. السلام عليكم برادر. زنده و سلامت برادر باشین. ابو السلام عليكم. موضوع دار چی هست این روز در برنامه؟ با چی گفتگو؟ برادر ما از اولی که صحبت کردیم مسئله اصلی آیا صداقت رحمان با وعده های کمیته واقعی هست. در این موضوع صحبت کردیم و ما پیرامون صحبتش در روز غلبه چند اقتباسی که در اونجا آورد وابسته به او صحبت کردیم و در این موضوع صحبت داریم که آیا جشن غلبه در عموم یک جشن ملی است در تاجیکستان و او باید جشن گرفته شود. این هم مسئله دیگر اون اقتباسایی که رحمانوف آوردن در مسئله صلح و ثبات، وحدت، وطن دوستی. خب این چیزایی که بعد باز میتونید این مورد تماشا کنید ان شاء الله بیشتر معلومات به دست بیارید. برادر به نظرم زنگ زدن. عادل هستی؟ نه با فکرم هم خیلی زنگ زدم برفت. واقعا هم همین خیلی است که اگر روسیه ما را کمک میکرد به مثل نمیدونم قزاقستان یکون مشکلی نبود. پیروی بگیم که طرفداری کردن یکون گپ نیست. وقتی که یک نفر تر مثال میپذیره کمکت میکنه یکون مشکلی نیست. وقتی که کمکش نمیکنه با این میره همکار میکنه. این دردناک ایده برای یک آدمی که نمیدونم رنگ یک رئیس کلخوز میتواده می رحمانوف واقعا هم رنگ یک رئیس کلخوز در پیش یک دپوتات یا که در پیش یکون رئیسی بگیم که شهر یکون ناحیه وار که رنگ یک کلخوزچی های مثال طلب بکنه که ما اوچبنیک مونی خواته تو 10 سال نتونستی که اوچبنیک بکنی. قرغیزان ندارن اوچبنیک زبان روسی، قزاق‌ها ندارن، ازبک‌ها ندارن. یگان بار ما ادهان رئیس جمهورای دیگر دولت‌ها نشنیدیم که پیش پوتین اومده زوره کرده باشن که بگیم که ما را کمک بکنه که ما را بگیم که کتابمون نمیرسن. در پیش پوتین دستینه میزنه که می نینی شیم کو ما همه ریسورسی مندیلیف در تاجیکستان هست. واقعا هم هست. نه که کلاکی نداری کار کردن نمیتونی. پروست یک نفر در کاره که آدم به عقل باشه رئیس جمهور که صبرجت کرده بتونه که چه کار باید بکنه که زندگی مردم خوب بشه. حق نداره. خیلی که یک برادر گفت اگر یک چوب هم تا چخ بمونی بگیم که همون مردم اگر دستگیریش بکنن همون چوب باور که خوبه. و همین خاطر باید مردم اینو باید بیدار بشه. مردم شما باید نگاه بکنی که دیگه دولت ها میره زندگی میکنه. تاجیکای ما تا امریکا رفتن دیده که زندگی مردم چخله دولت ها چخه دولتداری میکنن. بگیم که دایی دولت های ما بگیم که اگر گایش به قفته نمیزنن نومیرو تقتی پرواد بگیره می نویسه تا خوش روک یا صورتت میگیره روید میکنه با خونتا خودت میبری پروات میتی. یگان کس نمیزنه دقیقی رفت نومیرو تا بگیره که پروایت را بگیره. بعد رجدی می نویسه روید مینه یا میبری خودت میتی یا اشتراف میبری میتی. چون ما نمیتونیم دولت بسازیم که آدم ها پروست کیف کننده. چون ما بیایم در دولت اروپایی میبینیم همینا هیچی نداشتن. پروست آدم بکلا اومدن از سر قدرت بگیم که رسپریدیلیت کردن که در گیجا چی کارها باید کرد. رحمانوف ما در 30 و چند سال از سر قدرت های باور کلی میگه که کتاب ها مو نمیرسه. تو در 30 و چند سال که دورت با هم کتاب نرسه. همین مالزیا در مدت 30 سال یک دولت فقیر به یکی از دولت‌های پولدارترین تبدیل یافت. بعضی ایالت‌ها که از کشورهای خرد میتواند در یک مدت خیلی کوتاه پیشرفت کنه. در کدام اساس پیشرفت کردن میتونه؟ اساسش از بین بردن فساد است، دزدی. مگر میشود از اولاد امام رحمانوف که دزد است
سخت نرسه بعضی از برادرای ما در همون منطقه واقعا هم به این کار دست میزنن، زیاد خیلی زیادن. چگونه ما میتوانیم بگیم که میشود اینها با اینها تاجیکستان رو ساخت؟ اونا فقط میدزدن. تو احساس که فرزندی که مکتب میروه سپراف کشه باید ای خانواده ایمالی رحمانوف از شرکت فراز که تعلق به شمسلو صویبوف است ای همو باید بخره، بعد وارد مکتب میشوه. این سپراف با چی تعلق داره؟ تو پرسیدی اینقدر دزدی. Значит, این گولاکامو این بسمیلا گفتنش تا اعوذ بالله شد، значит ما همین ده همینا بگیم پل میتیم 100%. یعنی وقتی که فساد اینقدر در جامعه بزرگ میشوه در رأس حاکمیت دیگر نمیشود از پیشرفت گفت. مثال عادی میگیریم، تو خودت مثلا دزدی کنی، هر روز پلی خانه دزدی باشه، من بیام بگم که تو بعد بیام من یک کار بکنم تو بگم نه که دزدی نکنی که گناه است، من تو گپت مگر میگیرم و تو خودت کرده ای سودی همی کاره. بله. یا اینه که مثلا تو مثال میگیرم هر روز یک کس مثلا یک رئیسی هر روز زیر دست مثلا یک کس $10,000 $20,000 $100,000 جوهر رو فروخته شدی، من میگم که کمک کردم کار کردم میتونم ولی خیلی کم بغلم پول ندارم برای من وظیفه بدی، میتیم وظیفه در حالی که هر کسی $100,000 میتیم برای هم وظیفه. نه اگر دولت عادل باشه من ها میگم، نه که در رژیم رحمان میگم. وقتی که ما برای چی میگیم که بیداری مهمترین نقطه است؟ وقتی بیداری میگیم تفکری انقلابی یا بیداری سیاسی مردم داشته باشن و یا اینکه انقلاب باید از اینجا آغاز پیدا کنه، همین است که وقتی که تو در یک جامعه زندگی میکنی و میبینی که این همین گونه است نمیگذاری. همون روز در کانال خودت وقتی من در ساحه مطبوعات کمی صحبت کردم این نقطه را ذکر کردم که ما اگر میخوایم هر ساحه را نگاه کنیم اولا باید مردم خودش از همون ساحه شروع کنه. اگر در ساحه مطبوعات همه انسان ها نوارها بکنن مثلا که این مثلا این خانه من از اینجا فلان جرم را خیانت کردن، مثلا این چیز فلان کس فلان کار کرد، فکر میکنه که حکومت میگذاره که مثلا روزنامه‌نگار رسم میکنه خبر پر از همه جا، هر کس خبر خچ پرتوتای دیده است در هر جا. خود فیسبوک آشکار است، یوتیوب هست، هر کس میتونه کانال بگه یا نشر کنه. هر کس سواد خوندن در تاجیکستان 98% سواد خوندن نوشتن داره، همه میتونه این کارو بکنه. پس میشوه در همین مسئله فساد هم آیا در تاجیکستان امروز همه تلفن ندارن، نمیتونن همین فسادها را آشکار کنن؟ مثلا این نفس فساد میگیره، گایی پل میگیره، اشتراف میکنی پل میگیره، فلانیش پل میگیره، همینا رو کامera کرده پرستن نمیتونن. خیلی زندان کردن بگذار زندان کنن، 10 کس 100 کس 1000 کس همه رو زندان نمیکنن که همین ساحه بهتر تقویت پیدا میکنه. مشکل نه تنها در حکومت است، در مردم هم هست. بله. به همین اساس دیگه وقت از زیاد نگیرم برادر. الماز منم دیگه فکر کنم که تقریبا تا 2 ساعت میشود. فکر کنم که موضوع قدر شاید برای برادر و بعضی ها شاید اون قدر جالب نباشد و ان شاء الله که بازم برنامه بعدی می‌داریم صحبت میکنیم. بیا وقت طولانی نگیرم برادر الماز. تمام، خدا نگهبان. سلام علیکم. تشکر از اشتراک در برنامه. امیدوارم که ان شاء الله که بازم بتونیم اشتراک کنیم در برنامه. پروردگار نگهبان باشه برادر. تشکر از همه برادرایی که در برنامه در اومدن اشتراک کردن. ما امروز در برنامه قدرت و حقیقت در تحت شماره 23 پیرامون موضوعی آیا صداقت رحمان با وعده هایش واقعی است صحبت کردیم و در این موضوع ما جای کردیم چند نقطه را و مخصوصا از سخنرانی امام رحمان با مناسبت روز غلبه چند اقتباسی آوردیم و در این جای علاوه کردیم مسئله های بیداری و شورش مردم و یا جنگ مردمی تاجیک در زمانی حمله حکومت روسیه به دولت تاجیکان امارات بخارا و بعد از شکست امارات بخارا که روند مبارزه محلی مردم آغاز پیدا کرد و اسمهایی را اینجا بردیم، شما میتونید این برنامه را تماشا کنید. و در موضوع اول برنامه ما در روند بیداری سیاسی و بیداری اخلاقی کمی صحبت کردیم که یکی از موضوعهای اصلی که هر برنامه ما کمی بولوش اشاره میکنیم برای بیداری و آگاه کردن مردم، چون اول باید تفکر انقلابی رو با مردم بیاریم و بعدا برگردیم به انقلاب اصلی. خب این موضوع رو صحبت کردیم، شما میتونید این بار
برنامه را بررسی کنید و انشاءالله که از این برنامه برای خود چیزی بیاموزید و این برنامه رو بیشتر شریک بسازید تا اینی که دیگرها بتوانند این برنامه رو ببینند تا اینی که بیننده هرچه بیشتر بشود خوبتر است. من دیگر وقت شما رو طولانی نمیگیرم، طول 1 ساعت و 50 دقیقه می شود در حضور شما قرار داریم و صحبت کنیم. از تشکر از برادرایی که پیوست شدن و از یک برادر دیگر که 2 بار 3 بار پیوست شدن صداشون مشکل داشت، از او برادر عذر میپرسیم و ان شاء الله که بازم برنامه بعدی بازم با موضوعی نوی در خدمت شما قرار میگیریم و صحبت خواهیم کرد. کوشش میکنیم که برنامه‌های نوی خدمت شما پیشنهاد کنیم و اگر که شما برنامه ما رو دستگیری بکنین حتما برنامه بیشتر و بیشتر در کانال ما نشر کرده می شود و ما با معلومات بیشتری در حضور شما قرار میگیریم. دیگر شما رو به خدا میسپارم هموطنان و همدیران عزیز. پروردگار همه شما رو نگاه باشد. دعا میکنیم که پروردگار ما و شما و ملت ما و شما و وطن ما و شما را از دست ظالمون نجات بدهد و ما مردم مظلومی تاجیکستان مشرف بگرداند که با پیروزی های نوعی بگردیم و پیشروی نوعی بگردیم که از این ذلتی که این حال قرار داریم با این روبرو نشویم. پروردگار ما و شما رو موفق بگرداند. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.